امضا کردی یا فقط یه دام حقوقی رو تایید کردی؟ فکر می‌کنی یه جمله ساده مثل در صورت لزوم بی خطره؟ دوباره فکر کن. این عبارت‌های مبهم همون جایی‌اند که بیشترین دردسرها شروع میشن. وقتی تو قرارداد، پیام کاری یا حتی یک توافق ساده میگی در صورت لزوم، داری اختیار تفسیر رو کامل میدی به طرف مقابل. یعنی چی؟ یعنی هر وقت خواستن، هر طور خواستن میتونن برداشت کنن. از اضافه کاری ناخواسته بگیر تا مسئولیت هایی که هیچ وقت قرار نبود گردنت باشه. ابهام، ریسک. هر چقدر دقیق تر حرف بزنی، احتمال سوء تفاهم کمتر و کنترل اوضاع بیشتره. پس دفعه بعد که خواستی از این جمله ها استفاده کنی، یه لحظه مکث کن. واضح بگو چی میخوای. کمش میکنی یا باز میذاری بقیه برات تصمیم بگیری؟